سلام علیکم، نازیلا هستم و فعلا در حال بهبودی یافتن از یک عملیات مچ پا هستم که توسط دکتر امان انجام شده بود. Fortunately, I had the chance to visit Dr. Aman in Islamabad and he did this operation for me. 10 years that I was suffering from a severe deformity in my ankle joint and سالهای بسیار بود که من از تغییر شکل مچ پا و همچنان کوتاهی پا رنج می بردم و دکترها و شفاخانه‌های زیادی را ملاقات کرده بودم، اما اطمینان نداشتم که عملیات را انجام بدم یا نه، چون نتیجهش احساس می شد که خطرناک باشه. اما وقت خوشبختانه چانسی را داشتم که با دکتر امان در یک از شفاخانه‌های اسلام آباد ملاقات بکنم و اونا این عملیات به من انجام بدن. نتیجه واقعا شگفت انگیز بود و همه در خانواده ما شگفت زده شده بودند. پایم راست شده بود و بسیار احساس رضایت و خوشحالی میکردم. و همچنان وقت نتایج عملیات با دکتر قبلیم که در آمریکا زندگی میکنه شریک ساختم و واقعا حیرت زده شد و بسیار قدردانی کرد از کاری که توسط دکتر صاحب امان انجام شده بود. و من دکتر صاحب امان را یک دکتر با مهارت‌های فوق‌العاده طبی و دلسوز پیدا کردم و واقعا قدردانی میکنم از کاری که انجام داد. Or are you going to accept